باشین. سلامت باشین. اسم شما چیه؟ اسم محمد علی. این قریه نام از این قریه چیه؟ نام از کشکر. کشکر کرد؟ بله. چند فامیل به قریه زندگی میکنه؟ 150 خونه هسته. خب از این 150 خونه این خونه بوده که سالم مونده باشه؟ یک خونه سالم نمون. کلان انمیت که میبینی انمیت تو کلان همین رقم شد. یعنی این خونه از خود شما بوده؟ نه از خود می بوده 5 شبانه روز ما داخل زندگی کردیم نو جور کردیم. خب 3 لک افغانی برای مصرف کردیم با قرض. 5 لکم برای دادم با یک پسر داشتم زن گرفتم 3 برج میشه سیر کردم اونا کم خریم طفل خود شهید شد یک پسر داشتم دختره کو زن و دست پاشو بشکستون بیرون کرد اونا شب خونه خودم تا اینجا زیر خونه شدم شهر مال اینجا یک تنها اینجا بموندم کمک چیزی هم برای شما بیاوردن؟ کمکم با سلام خدا واسه میتون کمپاری لافی برادر دلای غذایی برادر اوری مدینی هم چیزایی از فامیل شما کلا چند نفر شهید شده؟ 2 تا آروس ما خدیم پسر خورم بچه شما زنده است؟ بچه که ما خوب داخل خونه نبوده بیرون بود خداوند بیامرزه خداوند مریضای شما رو شفای بده چی تقاضا داریم چی درخواست داریم از دولت و از نهادهای خیریه درخواست ما اینه که اول خدا کمک خواست خدایا خدا ما رو خراب کرده با دولت واسطه که این جامو خیلی سرد جامو طاقت نمیشه این روزا خیلی خوب روزایی بادم زیاد داره اینجا سردم هست با اون سرپناه جور کن بزی خیمه و بزی اینجا گیر نکنه این بزی بادم بزنه خلاص اینجا 5 روز پستر از دست برف با طاقت نمیشه تشکر ماما جان فقط خواهش خداوند برای شما صبر بده انشاءالله که صدا شما رو میرسانیم به گوش مسئولین به خدا خیر زنده باشید خود معرفی کنی از همه قریه شما خب خونه شما کدی طرف بود چند نفر از فامیل شما شهید شده 6 نفر چند نفر زخمی 4 زخمی و شبخانه خب کمک چیزی هم بوشه از طرف نهادها میدن تا لیش دیده خوی و شبخانه مورد خب میتر زیر که دفعه دیگه پس جیمه نه رسیدم که میشه خسته کنی ما کسی کنی ما قلوزش بیار دیشب شد خاکت از 6 نفر چی نسبت داشتن خودشون؟ نسبت نواسای بچه بچه ها شما و ناسا شما خداوند بیامرزه خداوند مریضا شما رو شفای بده که انشاءالله بخیر خوب بشن گفتنی شما چیه برای مردم و برای تاجرها و برای دولت کار الله بزرگ خاص سرکاری موجود کنه همین مریضا خواهم تحقیق کنیم شو بیاریم بیاریم کنیم و ما کنیم خیلی خوش تشکر ماما جان سلامت باشید